سلام، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه با من که قراره با هم دیگه از این عضلات‌ها حالا در بیایم و بریم سراغ استخوان‌ها و مشکلاتی که قراره به وجود بیان. با دوره تراپیست شو همراهی و قراره که از پایه بدونی که روی بدن باید چی کار بکنی و بدن از چه چیزایی تشکیل شده تا بتونی درست ترین راهو بری. و اینم در نظر داشته باشین که تا وقتی که جزء به جزء بدن رو نشناسین، نمیدونین دلیل علت وقوع بیماری ها چیه و دلیل اونا رو هم ندونین، خب نمیتونین برای خودتون یا اطرافیانتون یا اگر ماسور هستین برای مشتریانتون کار درست رو انجام بدین. که این موضوع به نظر من توی نون حلال بردن خیلی تاثیر داره، چرا که یک کار اشتباه شما میتونه 1 سال 2 سال یا 5 سال بعد عواقب خودش رو نشون بده و همون موقع عواقب کار اشتباه شما رو نشون نمیده. اگر که این دوره رو ببینین میبینین چقدر ما جزئیات داریم. پس یه تکنیک اشتباه میتونه کار خیلی بزرگی بکنه. پس این موضوع خیلی مهمه، حواستون باشه کجا میرین که ماساژ بگیرین یا اینجور چیزها رو خیلی به این موضوع دقت کنین. خب ویدیو قبلی با عضلات فوقانی به پایان رسید، البته که خیلی بهش نپرداختیم. ببینین همونطور که دیدین عضلات فوقانی همون سفیدایی بودن که همه جا مشخص می شدن. اینجا هم که میبینین این پایینش دیگه لگنه. اینا همون عضله هایی هن که تا الان سفید دیده بودیمشون، کنار البته ستون فقراتشو. حالا اینا چیه؟ اینا ببینین چسبیدن به ستون فقرات دقیقا. خب اگر اینا ضعیف باشن، اگر اینا نتونن کارکردشون رو درست انجام بدن، مشکلات جدی به وجود میاد. حالا میخوایم و یه سی هم بهتون بگم، تقویت کردنشون با ورزش و اینا خیلی کار سختیه. نه اینکه نشدنی، اتفاقا شدنیه، اصلا تنها راهشونه، اما کار سختیه چون عضله‌های همونطور که گفتیم فوقانی هستن، خیلی عمیقن. کار کرده باشون خیلی مراقبت میخواد. حتی توی ورزش و خیلی حواستون باشه. شاید جوون باشین الان متوجهش نشین، اما چند سال بعد میتونه براتون خیلی مشکلات جدی به وجود بیاد. پس برای اینکه بتونیم بفهمیم اونجا منظورمون چیه، اول باید شناخت درستی نسبت به استخوان‌ها و عصب‌هایی که توی کمر ما وجود دارن داشته باشیم تا بدونیم داریم راجع به چی صحبت می‌کنیم و اون عضلات میتونن چقدر مهم باشن. یعنی شناخت اینا برای درک بهتر اونا خیلی لازمه. خب همونطور که میبینین ما اینجا یه چند تا عکس داریم که ستون، حالا اینجا نوشتیم ستون فقرات از عقب و از جلو. منظور از چیه این عقب و جلو؟ این چپ و راستی طوری شکل داره، حالا به نمایش در میاد. خب همونطور که میدونین این ستون فقرات ما به دسته‌های مختلفی تقسیم میشن و اینو بهتون بگم اینجا میبینین 3 تا قسمت شده. یه موضوع جالبی بهتون، البته بذار قبل از اینکه اینو بگم کارکردش ستون فقرات رو بهتون بگم که همجوری نپریم که یه وقت گیج بشین. میبینین که به شکل S هست. اینو ممکنه توی مدرسه فکر کنم اینو خوندیم. این به خاطر اینه که ما بتونیم وزن رو بندازیم و اون تکون خوردن ها رو داشته باشیم. یعنی همه اینا رو ما مدیون این اس بودن ستون فقرات هستیم. گردنمون رو بتونیم، اینجا که اینجوری شده گردن اتفاقا از استخوان‌های خیلی ریزی درست شده که همین اتفاقا ریز بودنش باعث شده که ما بتونیم اونو تکونش بدیم و چپ و راستش بکنیم و اینها. استخوان‌های کمری ما بخش عمده‌ای از این فشار رو دارن تحمل میکنن و خیلی مهم هستن. و همونطور که اینجا دیدین اینا به 3 بخش تقسیم میشن. اینا که گردنیان خب خیلی مشخصه، کمری هم همون که بهتون گم فشارهای زیادی رو متحمل میشن. اون وسطی هم که معمولا خیلی اتفاقای خاصی نمیفته براشون مگر در اثر ضربه و اینها. حالا چه اتفاقی میفته؟ میبینین اینجا ستونه های فقرات کمری و
و گردنی ها گفتم اینا رو داریم ما تکون میدیم. اینا اونایی هن که همیشه در معرض دیسکن. یعنی ما وقتی میگیم حرف از دیسک میزنیم داریم راجع به این چند تا و این چند تا صحبت میکنیم، ستون فقرات گردنی و فقرات کمری. و کلن هم بهتون بگم که ما ستون فقراتمون کلن از 33 تا استخون تشکیل شده که 24 تا اون رو ما میتونیم تکون بدیم، اما بقیه‌شون نمیتونیم. مثلا همین استخونای خاجی و دنبالیچه و اینا که میبینین ما نمیتونیم تکونشون بدیم که همینجوری استخونشون ثابتن دیگه اونجا. این از این. پس این در رابطه با شکل ستون فقرات و اینا. بیشک همه اینا رو عکساشو دیدیم و میدونیم و آشنایی داریم. حالا میخوایم بریم راجع به اون چیزایی که باید بدونیم. ببینین اینجا یه چیزایی رو میبینین، آبی رنگایی رو میبینین، زرد رنگ میبینین اینجا و این استخونا رو میبینین و یه چیزی که اینجوری شبیه شیلنگ این وسطه. اینا حالا مهمه. الان قراره بیایم راجع به همه اینا صحبت بکنیم. ببینیم وقتی فشار روی این نقطه‌ای که الان زوم شده بزرگ شده باشه، به این استخوان‌هایی که مهره‌هایی که الان می‌بینین همون ستون فقراتن، به این استخوان‌ها فشار وارد میشه که بیفتن رو هم دیگه به هم فشار بیارن. حالا این وسط ما دیسکو داریم. دیسک اصلا چیه؟ این مایه‌ای که این وسط دیسک مایه است، شبیه به بالشتک دور و ور داره، شبیه توپک طور، توش مایه است، مایه دیسکه که بین این ستون فقرات اومده قرار گرفته. همونطور که دیدیم بین همشون بود، اومده بین اینا قرار گرفته که استخون با استخون مستقیما برخورد نکنه. همونطور که گفتم ما هیچ کجایی از بدنمون نداریم همچین موضوعی که استخون مستقیما بیاد به استخون برخورد. چرا که انقدر دردمون میگیره اصلا به اون جاها نمیرسه. یه دقیقه من اینو استوب بزنم برم اینو صداشو ببرم. یه لحظه فکر کردم چقدر من ترسناک صحبت کردم، صداشو ببرم یعنی چی؟ سگه من ترسید. همونطور که دیدیم پس این بالشک وجود داره. پس گفتیم کجا ما معمولا دیسک میگیریم؟ این به اینجا، همین یه تیکه که گودی هم وجود داره همینجا که میبینید و این یه تیکه. من زوم میکنم که قشنگ بدونی منظورم. پس این است. حالا نخواهم هم که یادتونه بهتون میگفتم از اون سر بالا کشیده میشه تو بخش عصب، از این بالا کشیده میشه تا پایین. حالا اینا عصبای نخایی هم از بغل هم میبینیمشون که بشناسیمشون. اینجا هواپیما هم داره رد میشه. و پس وقتی ما دیسک میگیریم این اتفاق. حالا چرا دیسک میگیریم؟ برمیگردیم دوباره به سمت قبل. وقتی عضله اینجا ضعیف بشه، این عضله کارکردش حالا میایم میبینیم چیه. این عضله داره مراقبت میکنه از اون استخونا و اون دیسکه که از بیرون بهش فشاری وارد نشه. حداقل اینا بین خودشون مشکلات دارن 1000 تا. از این بیرون این از اینا داره محافظت میکنه، مثل دیوار دفاعیه که این بالشتکیه از بغل این عصبه رفته توش، اینا چسبیدن به اون، خیالشون راحته به اون تکیه کردن که بین خودشون مشکلاتشون رو حل کنن. حالا شما فکر کنید اون فقط اون تحت تاثیر قرار بگیره، ضعیف باشه یا چه می‌دونم گرفتگی داشته باشه و اینجور داستانا. گرفتگی که معمولا کم برش به وجود بیشتر تحت فشار بودنه. این پس از استخونا و اینجور داستانا. این استخون دنبالچه و خاچی هم که میدونیم بچه‌ها معمولا اگر ضربه بخورن دیگه درست شدنشون کار حضرت فیله. معمولا اگر ترکی برشون به وجود بیاد توسط خوردن زمینی چیزی خیلی سخت درمان میشن واقعا. پس الان ما فهمیدیم حداقل این دیسک چیه. حالا وقتی به ما میگن ما دیسک داریم میگن چی؟ میریم دکتر میگه شما دیسک داری یا دور اطرافیانمون فلانی دیسک داره. حالا این دیسک چیه؟ همینی اینی که دیدیم این بالشکه و اون استخونه.
اون عضله که گفتیم کنارشه، اون دیوار دیگه محکمی نیست، دیگه دیوار سستیه. پس در نتیجه زور استخون بیشتره دیگه. استخون شروع میکنه به فشار آوردن. این دیسک هم که بیچاره یه بالشتک مایعیه، این بیچاره که قدرت آنچنانی هی از عضله میخواد تو رو خدا یه کمکی به من بده، این داره به من فشار میاد، تو یه فشاری از بغل به من بیار، من برم بالا. عضله نیستش که هی فشار بیاره، پس این استخونا هی به هم فشار میارن. اگر ما یه خورده حتی توی اون عضلات کنارمون حتی فشار باشه، ما تحت خطر گرفتن مبتلا شدن به دیسک هستیم. یعنی چی؟ یعنی استخونامون داره به هم نزدیک میشه و ما زنگ خطرمون زده میشه و به ما میگن شما دیسک خفیف مثلا داری. حالا ما باید چیکار کنیم؟ اینو بهتون بگم، دیسک آخر دنیا نیست. چقدر هم قافیه بود، اینو ازش استفاده میکنم از این به بعد. دیسک آخر دنیا نیست. چرا؟ به خاطر اینکه همونطور که گفتم همش به این عضله مربوطه. ما اگر این عضله رو تقویت کنیم، به اون دیسک بگیم ما دیگه پشت توییم، دیگه ازت محافظت میکنیم، استخون دیگه نمیتونه فشار بیاره و دیسک میتونه خودش رو درمان بکنه، خودش فشار بیاره به استخون و این خیلی میتونه به ما کمک بکنه. این از این. و چه زمانی ما دیگه نمیتونیم برای دیسک کاری بکنیم؟ تا الان هر مدلی دیسکی که باشه ما میتونیم برای دیسک کاری بکنیم و اون رو به بهبودی ببریم. البته که اونی هم که میگم باز هم شرایط خودش رو داره، ولی معمولا وقتی که بگیم دیسک پاره شده معمولا دیگه نمیشه براش کاری کرد و حالا اینکه به عمل نزدیک باشه یا نباشه با توجه حالا به متفاوته، ولی نه که اصلا نشه، اتفاقا میشه کلی میشه جلوشو گرفت، پیشرفتشو گرفت و اینا. اما مثل اونی که دیسک خفیف داره خوب شدنش به این آسونیان نیست و خیلی پیگیر باشه و مراقب خودش باشه و بره دنبال کارهای خودش. حالا حتما در ادامه به این موضوعات خیلی پیچیده تر میپردازیم. البته حالا اگرم الان بینش باشه بدم نیستش آدم بگه. دیگه چه مشکلاتی میتونه برام به وجود بیاد؟ دیسکای گردنی خیلی مهمن، خیلی ممکنه سراغ اکثریتمون بیان. اولا بهتون گفتم این دیسکا خیلی این استخونای توی گردن خیلی نازکن و ریزن. بعد خب فکر کنین پس خودش نمیتونه خیلی فشار خاصی بیاره، اما خدا رو شکر ما خیلی میتونیم بهش کمک بکنیم توی این موضوع. چجوری میتونیم بهش کمک بکنیم؟ انقدر که سرمون مثلا پایین باشه و نخواهیم که برعکسش بکنیم. ببینین الان دارین اینو میبینین تو حالت صاف کامل استخون به چه شکل هست، ولی وقتی ما سرمون رو به پایین خم میکنیم این استخون رو به پایین خمش کردیم و فشاری که روی اون چند مهره اولیه بالایی که میبینین میاد، انگاری که شما یه عالمه وزنه مثلا 270-500 کیلویی انداخته روی گردن تو و دارین به شما به سمت پایین فشار میارین. به این میزان داره به سرتون فشار وارد میشه. حالا اینجوری هم نیستش که پس اینجوری من از دنیا دیگه نمیتونم دنیا زندگی بکنم، سرم نمیتونم بزنم پایین، هیچ کاری نمیتونم بکنم، که نه. تنها راهش چیه؟ شما اگه میخواین گرفتار قوز کمر نشین، گرفتار نمیدونم دیسک گردن نشین، گرفتار چه میدونم این قوز گردنی که از این پشت میزنه بیرون که الان اکثریت دوچارشیم، اینی که داریم میبینین یه ستون فقرات کاملا سالم و نرمال و صافه که صاف بودن خیلی کم پیش میاد الان به این میزان، به خصوص تو گردن. همه تو گردن یه نهنه‌های ریزی دیگه دارن. حالا چی کار میتونیم بکنیم که خوب بشه این موضوع گردن یا دوچارش نشیم؟ ببینین این یه چیز طلاییه واقعا. هر جایی که میتونین اینو یادداشتش بکنین که یادتون نره، حتی که انجامش بدین، حتما انجامش بدین، بچسبونینش رو دیوار که انجامش بدین. شما به ازای هر 2 ساعتی که دارین به این مهره ها فشار وارد میکنین و اینو به سمت پایین خم میکنین، باید 20 ثانیه به سمت بالا نگاه کنین، یعنی برعکسش رو انجام بدین و به خدا نگاه کنین، به اصطلاح برعکسش رو انجام بدین تا بذارین اون فشاری که بهش وارد شد کاملا از روش برداشته بشه.
این کاریه که شما میتونید بکنید تا دچار اون قوزم نشین. شاید به نظر خیلی ساده است و شما دقیقا به همین سادگی دارین به بدنتون شکل و فرم میدین و مشکلات رو برای خودتون به وجود میارین. معمولا آدما تا دچار یه دردی نشن دنبال درمونش نمیرن. خواهش میکنم برای یک بارم که شده نکنین چرخه یه دومینووار مسخره رو به پایان برسونین. نذارین به درد برسین. درد اصلا دنیای خوبی نیست. قدر لحظه به لحظه سلامتی که الان دارین رو بدونین و سعی کنین این رو تا پایان پیش ببرین با خودتون. شما نگهدارنده این جسم هستین. این جسم دست شما به امانت سپرده شده. اگر نتونین ازش مراقبت بکنین تو سیاهی هستین. این رو از من داشته باشین. خب تا اینجا به پایان میرسونمش که خیلی پیچیده نشه و مفصل نشه و خیلی هم نره به سمت سوایی که یه وقت خواست سربر بره. اینو یادم رفت تو ویدیو قبلی بگم. راستی هادی چوپان بنده خدا دوم شد. خیلی بحثا هم هستش به ناداوری. امیدوارم که وقتی که داریم سال دیگه میبینیمش حتما تو مقام اولی باشه، به خاطر اینکه به نظرم لایقش هست. واقعا عضلات رو میشه از بدنش فهمید و درک درست رو از عضلات خیلی راحت توی ما نگاه کردن بهش به دست بیاریم که ما چقدر عضله در بدنمون داریم که دارن هر لحظه به ما کمک میکنن. مراقب خودتون باشین. امیدوارم هر لحظه خوشی، نور، سلامتی و آرامش تو زندگیتون باشه و خبری از سیاهی و درد و مریضی نباشه. مخلصم. خداحافظ.